Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Brother Ikram, Muzangi, in Mahi Morega, Sasharish, Al-Matlak, Ni'mat Khuda, Salamunda, Salamumat, Bagwamada, Porsa, Likas, Tekas, Bamazin Kati, گاه گفتم گاه تراویح خوانده سال دیگه تراویح و جماعت و میرسیم به نمیفتگی و نیتها گاه انسان خالصدن گاهانه غنیمت دانسته این نعمت شکرش کردم حکم میکردیم از پیام نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتن که ای رسول خدا از رمضان پیشنگی ما هم چکر دعا کنیم مفتگینده از تو خدا جواب دارم که پروردگارا ماه رمضان با رسام گفته دعا بتوانند دیگه ماه رمضان با رسیدن و از پروردگار پرسیدن و پیامبر بتوانند demek همین درجه ماه رمضان دولت پروردگار مبارک بگیش این فقط برای یک اصحاب توبه‌گاه به طعام موندن نه این ماه عبادت میشه همه نیکوها همه محبت پروردگار اجرش عوضش یک چند بار زیاده کرده دیگه تونم قرآن خوانم تسبیح گویم انت آدمی رمضان انت آدم خوبش مثل عبادت است به رمضان اندر دقیقا مساعدت چخیر ثواب برن رمضان اندر مومن آدم برای همه عبادت اجرا کردن دم گرفته خورفتنش هم درجه بلند ثواب است اکنون همین ماه رمضان اندر خوب نیو عبادت نکنید قرآن خوانید قرآن شنوید این البته یک نعمت بزرگ است قرآن کریم اندر یک اسم است پیامبر میگن که هفت چیز پروردگار هفت جواب پنهان کرده قرآن کریم درش را اسم اعظم اسم بزرگ خودش را پنهان کرده کدام انسان خواه او را خواند خواه شنود باید همه خیر دعا نکند دعاش جواب است مومن آدم این با مطلقا باور میکند همون دعای جواب شده و رسیدن با همون مقام با رسیدن و بعد همون مقام با رسیدن باید مومن چطور دعا بکند مومن بس یه دکار است همه چیز پرسان میگید فقط یک انسان حقش با قلب مونده یک سخن بد نگذارد که باید بیشک جواب میشه همون مونده گوها نفسمو غالب کرده گوها یک بی‌فراسته کرده میشه گواه بی‌عقل کردن یک انسان دلم بلند بشده داری همون رنجش در دل بیستد همون رمضان دیگر وقت مونده همون انسان با قلب مونده یک دعای بد گذرانده مونم همون دعای بد اجابت شده مونده همون انسان همون برادر ما یک مصیبت و برای دچار نشدن حتی قلب موندن دعای بد نگه نداره حیات انسان نرسته همون انسان پروردگار فراموش کننده خطا کننده در خلق کرد همون خطای ما این مهند تکرار نشدن به حکم میکردیم اکنون شیطان با رکن بینید امروز شام سا کردم تو آخرین روز شامشه به وعده رسول خدا شیطان ها زنجیر بند دیمت همین حالندم همین منزلتندم ما با خطا باشیم پروردگار به ناله کنیم که ما از شیطان لعینم بطر بدیم حتی اینکه حرمت رمضان کرده پروردگار شیطان لعین زنجیربند کرده مونده این قلب بیچاره ما ماه رمضان اندم خوشش ندانست ماه رمضان اندم از خطای گناه خوش ندانست برای همین این قلب‌های لوامه یعنی ملامتگو ملامت شونده ملامت شده میشدگی روز قیامت قلب آسان شده است
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها وعلينا من خزي الدنيا ومن عذاب الاخره. پروردگارا، آیم این واحد والعدل برای ما مبارک بدانی. از فضیلت‌های ما پروردگار همه بهره‌مند بدانی. پروردگارا، از دعاهای جواب از این مخابرای ما منفعت کنی. پروردگارا، بار رضایی پروردگار خدا اومدیم. رضایی خاطر افتادن پروردگار خدا نصیب بداری. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین.